علیکم برادران، خوش آمدید به شبکه متجم ما. کسانی که حالا آبونه نشدند آبونه شده لایک رو زیر کنید و من باشد 3 خبر تر و تازه را از جهان MMA پیشکش شما میگردانم. و خبر یکم ما این است که مشتزن تاجیک سرورجان حمیدوف با رکورد 10-0 در وزن 61 کیلوگرم محاربه نوبتی خود را روز 25 دکبر در شهر مسکو در ارگانیزاسی AMC 99 خواهد گذراند. سرور حمیدوف بر مقابل کی می جنگد حالا نامعلوم است و عین حال باشد شما می توانید تماشا کنید تیاری سرور حمیدوف را. نگفته نماند که سرور حمیدوف یکی از دستپروران بیعتی شناخته تاجیک شرف دولت مرادوف می باشد. خبر دوم این است که باز یکی از مشتزن تاجیک سمندر مرادوف از کمانده تیم بیانوف با رکورد 5-0 بر ضد مشتزن داستانی از کمانده حبیب نورمگامدوف با رکورد 8-0 روز 15 دکبر در شهر نیژنی نوگورود باید به تورنیر GFC 31 برآمد میکردند، اما سمندر مرادوف تراوما گرفت و حالا باشد محاربه میشود یا اینکه نه نامعلوم است. خبر آخرین ما آیدی نورالله علیف می باشد که این مجزن تاجیک را همگان در تاجیکستان می شناسند. نورالله علیف با رکورد 4-0 روز 25 دکبر در لیگ AMC 99 محاربه خواهد گذراند. سپرنیکی نورالله علیف باشد حالا هم نامعلوم است و حالا باشد ما درباره آن کمی زنیم که چگونه AMC یعنی امیر منیجمنت کلوب را فایت نایتس گلوبال به نرخ 100 میلیون روبلی خرید. صاحب ناو AMC فایت نایت امیر مرادوف می باشد. کامیل گاجیف باشد به وظیفه پرزیدنتی پروموشن فایت نایت گلوبال حالا هم خواهد ایستاد. شما باشد تمرین مشتزن تاجیک نورالله علیف رو تماشا کنید. دوستان حتما زنگوله رو زیر کنید تا اینکه از ویدیوهای نو با خبر باشید. با شما بودیم ما از کمانده تجیم ما تا برنامه نوبتی خوش باشید و فکرهای خود را آیدی این 3 جنگارمی به بخش تغییر در کانال نویسید.